میخوام یکی از دقیق ترین و قدیمی ترین ساعت های جهان رو بهتون نشون بدم که در شهر پراگ جمهوری چک نصب شد. اینجاست. در قلب پراگ یکی از قدیمی ترین ساعت های نجومی دنیا قرار داره. ساعتی که از سال 1401 میلادی تا امروز کار میکنه. این ساعت فقط زمان را نشون نمیده، بلکه موقعیت خورشید، ماه و حتی صورتهای فلکی رو هم نشون میده. پایینش یه تقویم زیباه که ماه‌های سال رو نشون میده و هر ساعت مجسمه‌های اطراف زنده میشن، از مرد گرفته تا حرص و خودپسندی، و در پنجره‌های بالا 12 حواری ظاهر میشن. افسانه‌ای هست که میگه سازنده این ساعت رو کور کردن تا هیچ وقت نتونه چیزی شبیه به اون بسازه. شاید همین باعث شده که این ساعت پر رمز و راز تا امروز زنده بمونه.